یکی بین ما اینجا الان هست که معتقد نیست زمین گرده، زمین تختگراست، باور نمیکنه که زمین مدوره. چی هستین؟ اینو کجای دلم بذارم دیگه؟ ایده همین الان سرچ هم کنی میاد در دنیا وجود دارن که صرف با دلایل مختلف معتقدند زمین صافه. تخته. بهش میگن زمین تختگرا. عکس سیارات و اینا هم هولوگرامه. گرده دیگه. موجودی که فکر میکنه زمین سرش هم نمیره. من دوست ندارم باش معاشرتی داشته باشم. سریع بگو من کار کنیم. آره حتما غذاشم از این ماهی چیزا میخوره. آبپز کثافت. زمین صافه. گرده. صافه. گرده. صافه. صافه. گرده. دیدی فقط میخوای ایراد بگیری، فقط میخوای ساز مخالف بزنی. فرض کن صافه. الان چی بخوریم؟ نمیذاریم ما رو گمراه کنن. اوکی گمراه نکردن، تو هم زرنگی مچ گرفتی زمین صافه. خب بعد همین دیگه یه عمر بهمون دروغ گفته بودن. خب الان فهمیدی چه غلطی میخوای کنی؟ آپولو دم در پارکه، میخوای نحوه خروج از اتمسفر رو بدونی که صافه یا گرده بری بیرون. بابا چرا دنبال زیر بغل مار میگردی؟ چون اصلا جدیتی وجود نداره، زمینی وجود نداره، زمین یه چیز تو خالی اگه تخت نباشه. ما رو دارن گول میزنن. زمین گرد نیست، زمین تخته. آقا نرید گوش بدین تو رو خدا، حرفا میگن تحقیق کردن. فقط تو میتونی اینقدر چرت و پرت میگی. شما وارد قطب شمال که بشی آقا از یه جایی رد بشی سقوط میکنی میفتی. مطالعه کرد مردم رو بگوین. بله میگن زمین به دور خورشید میگرده، انقدر ما بی ارزشیم اونا دور ما میگردن. توپ فوتبال گرده؟ ما فکر میکنیم گرده. گرد نیست، مربعیه. ناسا به ما داره دروغ میگه سالیان سال. ما باید با هم یک اتحادیه تشکیل بدیم بزنیم تو گوز ناسا. زمین تخته، همه با هم. زمین چیه؟ آقا با هواپیما میریم بالا، زمین تخته یا گرده؟ تخته. شما میری شمال، چرا انقدر پیچ میخوریم؟ دارن پیچمون میدن. شمال پشت کوههای دربنده. یعنی زمین چیه؟ تخته. هزار تا فکت دارم واسهتون میارم، یه ذره باهوش باشید، یه ذره آگاهی خواهش میکنم. دوباره ازتون میپرسم زمین چیه؟ تخته. زمین تخته. پیرو پیدا کرد.